چی باید کرد تا پیش راه این امر، یعنی پیوستن جوانان تاجیک به صفوف دولت اسلامی و همین طرح رفتن آنها برای جهاد به سوریه گرفته شود؟ خب انا پیش راه انا پیوستن جوانان به گروه های افراطی از آن جمله به دولت اسلامی عراق و شام یک طرفه نمیتواند باشد، یعنی که فقط دولت تاجیکستان نمیتواند به تنهایی مشکلی را حل کند، باید جامعه جهانی برنامه های مشخص داشته باشد. خب از جانب دولت تاجیکستان باید برنامه معین در مورد پیش از همه در مورد به کار در داخل کشور جلب کردن جوانان. اما تا کجا فعالیت یا گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی به کشورهای آسیای مرکزی از آن جمله تاجیکستان مثلا خطری جدی دارد؟ جوانان که امروز آسیب پذیر هستند، مخصوصا مهاجرای مهنتی تاجیک در روسیه، باعث یکی از خطرهای اساسی است که انا بگیم دولت اسلامی عراق و شام میتوانند توسط آنها وارد مثلا کارزار در آسیای مرکزی شوند. و همچنین خطر دیگری که در این مورد هست خودی استفاده بردن از ارزش‌های دینی. فرض کردیم پیش از همه بیعت، خودی همین پدیده بیعت این پدیده دینی هست و سوء استفاده کردن از همین ارزش، از همین پدیده بسیار خطرناک است، چون در گوشه دیگر دنیا گروه معین چریکی یا که گروه معین مثلا افراطی میتونن به دولت اسلامی عراق و شام بیعت کنند و این معنی دارد که علاکه یک فیلیال یا یک بخشی دولت اسلامی عراق و شام در یک گوشه دیگری مثلا منطقه به وجود می آید و آنها امکانیت فراوان دارند که مثلا به آنها کمک مالیوی و تکنیکی کنند، چطوری که مثلا در مورد بخش خراسانی مثلا همین سازمان دیدیم، آنها در حدود میلیون ها دلار برای این گروهی که بیعت کرده است جدا کردن و امیر و دیگر هیئت رهبریت این سازمان تأسیس دادن در منطقه. همین گونه شکل گرفتن سناریو نیز میتواند در دیگر منطقه امکان پذیر است و خطر پیش از همه از همین راه میتواند عملی شود.